روز 29 اکتبر سال 2023 در یک صدمه در شورای سمر شمکند در شمال قزاقستان 3 نفر از جمله یک راننده از تاجیکستان، راننده ماشین دوم از ازبکستان و یک مسافر به هلاکت رسیده، 2 مسافر دیگر جراحت برداشتند. بنا به اطلاع پایگاه خبری پلیس قزاقستان، روز 29 اکتبر راننده 34 ساله ماشین تمغه کیا ریو شهروند تاجیکستان هنگام حرکت از طرف ولایت قزاقستان غربی به طرف شهرک قبوده ولایت اقتیپه در کیلومتر 606 شورای سمر شمکند به ماشین تمغه شیورلت تحت اداره شهروند 31 ساله ازبکستان برخورده است. در نتیجه هر 2 راننده و یک مسافر در جای حادثه جان باختند. 2 مسافر دیگر را با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارستان قبوده بستری کردند. درباره شخصیت مسافران و از کجا بودن آنها چیزی گفته نشده است. در رابطه با این صدمه بر اساس قسم 4 ماده 345 کودکس جنایتی قزاقستان تفتیشات برآمده شده است. این صدمه در عین اوج موسم بازگشت مهاجران کاری از روسیه رخ داد. به دلیل گران بودن نرخ هواپیماها هر سال 1000 نفر از مهاجران تاجیک در راه سفر به روسیه و برای بازگشت به وطن مجبور میشوند که از راههای زمینی استفاده برند. سفر با ماشین و میکرواتوبوس و یا اتوبوس نظر به قطار راه آهن یا هواپیما ارزانتر است، ولی خطرهای جدی را چون صدمه ها در راه به همراه دارد.